الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما اصحاب رسانه. تبریک میگم بهتون، به بازیکنم خسته نباشید میگم، به تیم حریفم خسته نباشید میگم. یه تشکر میکنم از بازیکنام که باخت هفته گذشته رو با بازی چشم نواز، تاکتیکی، تهاجمی، جسورانه و شجاعانه جبران کردن. جدای از نتیجه چیزی به قول گفتنی من در موردش صحبت خاصی ندارم، ولی این فوتبالی که داماش بازی کرد نشون داد که خط روزای بهتری رو در پیش خواهد داشت. ما باید بدونیم که توی 3-4 ماه گذشته تیم داماش به دلیل مشکلاتی که داشته بود، خب از نظر تمرینی و تاکتیکی شرایط خوبی نداشت. خب ما تیممون باید اینجوری بگیم که از دوم بهمن استارت زدیم و نیاز به زمان داریم، هنوزم نیاز به زمان داریم. هنوز 4 هفته از تشکیل تیم نیم فصل دوم که بازیکنایی که به جمع خودمون اضافه کردیم نیاز به زمان دارن این بازیکن‌ها با هم دیگه از نظر تاکتیکی مچ بشن و با هم دیگه هماهنگ بشن و ان شاءالله هفته و هفته شرایطمون بهتر میشه و دست بچه ها درد نکنه. خسته نباشید میگم. ایشالله که این روند رو تو بازی های آینده هم بتونیم تکرار بکنیم. قبل از هر چیزی من توی رخکن الان به بچه ها گفتم ما راه بسیار بسیار سختی رو در پیش داریم. نباید بابت این بازی و این نتیجه تیممون مغرور باشه و باید همیشه با همین فوتبال چشم نواز هوادارهای نازنینمون رو خوشحال بفرستیم خونه‌هاشون. خسته نباشید. من محمد خوشنده بود. سوال جواب باشیم. یه سوال داشتیم امروز باید با شما خیلی تبریک، با بازی بسیار خوبی کردیم، بازی خیلی زیبایی کردیم، بازیکن جوانم امیدوار دیدم میدان دادیم. این برای آینده داماش خیلی مفیده، ولی امروز باید 6-7 تا ما گل میزدیم. مهاجمای ما یه خود دقت میکردن راحت بازی پر بود. ولی من برای مربی که اومد صحبت کرد، مربی تیم شیرازی، خیلی ناراحت شدم که باخته با گردن داور امروز داور باشونه بازی امتیاز دست داریم. روند داماش با مربیگیری خوب شما، روند داماش در ادامه همینطوری ادامه پیدا میکنه. در بازی بعد ما موفق میشیم و داماش در دست یک ما امیدواریم نگه. ممنونم. به کادر فنی تیم شهرراز خسته نباشید میگم، به نظراتشون احترام میذارم. اما خوبی این بازی این بود که هم با حضور هوادار بود، هم از رسانه ملی شبکه استانی باران پخش زنده بود. همه دیدن که هم نیمه اول هم نیمه دوم ما توی خلق موقعیت بسیار بسیار خوب عمل کردیم و باید نیمه اول با 4 گل و نیمه دوم هم با 4 گل بازی رو تموم میکردیم و من فکر میکنم که حتی ما داور حتی بر علیه ما پنالتی هم که گرفت هیچ کدوم از نیمکت ما هیچ اعتراضی نکردیم. سعی بکنیم که از نظر فنی رو تیمامون کار بکنیم، به نظر داور احترام بذاریم. شاید تو طول 90 دقیقه روی جریان و فشار بازی و ضربان قلب بالا آدم اعتراضایی به تیم داوری داشته باشه، ولی قطعا توی کنفرانس بعد اینکه به آرامش رسیدیم قطعا آدم باید فکر بهتری بکنه و منطقی باشه. امروز تیم من هم نیمه اول هم نیمه دوم کلا سوار بر بازی بود. ما فقط بین دقیقه 35 تا 45 یه مقدار تیم شهرراز کنترل بازی رو تو میانه به دست گرفته بود که اونم منجر به خلق موقعیت نبود. طبیعی هم بود که ما 2 تا گل زده بودیم. بچه‌ها یه مقدار عقب نشسته بودن که بین دو نیمه با تذکراتی که دادیم و با تعویضایی هم که انجام دادیم تو پلن بی تونستیم نیمه دوم کاملا 45 دقیقه تهاجمی بازی کنیم و بسیار بسیار موقعیت آوردیم. اما تیم جوانمون خب کم تجربه هست، هفته و هفته بهتر میشه. البته من اینو بگم تیم بازیکنامون باید بگم ما همه بازی نمیتونیم اینجوری خلق و موقعیت داشته باشیم، باید از تک موقعیتامون به نحو احسن استفاده کنیم. همونجوری که گفتم تیم ما نیاز به هماهنگی داره. بازیکنایی که توی نیم فصل دوم جذب شدن نیاز دارن که کنار هم دیگه مچ بشن، اعتماد به نفس خودشون رو به دست بیارن.
خوشبختانه ما 8مین امتیاز نیم فصل دوم رو گرفتیم. ایشالله که این روند رو به رشد تیم ادامه داشته باشه و ما سعی میکنیم که هفته به هفته روی تیم بیشتر کار بکنیم. بابت هفته گذشته من بازم از هوادارا عذرخواهی میکنم، صبورانه ما رو تحمل کردن و ما هم سعی کردیم که اون احترامی که هوادار به ما گذاشت سعی کردیم که با بازی خوب برای هوادار جبران بکنیم. ممنون تک تک هوادارا هستم. البته من انتظار داشتم که هوادار بیشتری می اومد. درک میکنم نتیجه وقتی که توی خونه حاصل نمیشه هوادارا دلچرکی میشن. از اون هفته ازشون عذرخواهی کردم. این هفته هم از کسایی که توی استادیوم حضور داشتن تشکر میکنم. امیدوارم که لذت برده باشن از بازی تیم محبوبشون. هفته به هفته سعی میکنیم که بهتر باشیم. انشالله برای بازی نفتگاز گشتاران که توی خونه میزبان هستیم امیدوارم که همه هوادارهای واقعی داماش از تیم شهر خودشون حمایت کنن. به نظر خسته نباشید. هفته گذشته تو دقایق پایانی کنفرانستون یه سری حرفا زدید که فکر کنم به مذاق یه سری دوستان یه سوء برداشت شد فکر کنم از حرفاتون. این وسط یه سری دوستان احتمالاً شیطنت کردن، یه تیکایش رو برداشتن. این مصاحبه یه طرفه پخش شد و بله شما شد بیشتر در مورد این موضوع. ببینید من توی اون مصاحبه گفتم آقای استاندار، آقای دکتر اخشناس که من خیلی براش احترام قائل هستم، ورزشی هم هستن، فوتبالی هم هستن، به درستی از تیم خوب ملوان حمایت کردن چون تو اولویت قرار داره. ملوان تیم لیگ برتر. ملوان من تو 6 سال بازی کردم. هیچ وقت نمیام از بابت مسئولینی که از ملوان حمایت میکنن هیچ وقت نمیام گله گذاری کنم. خیلی خوشحالم میشم. گفتم که بعد از ملوان اولویت بندی هم اگه بکنی داماش هم وجود داره. حتی اسم سپیدرود و تیم چوکا، شهرداری، آستاره همه رو آوردم. قطعا ما به عنوان هم استانی از آقای دکتر اخشناس، از آقای کیا آشوری فرماندار محترم، از مسئولین، چون انتظار داریم، انتظارمون بالاست، ازشون مطالبه گری کردیم. قطعا اگر میدونستم که آقای دکتر اخشناس این توانمندی رو نداره، ورزشی نیست، هیچ وقت این حرفو نمیزدم. قطعا من انتظارم اینه که همه مسئولین کنار ورزش ما باشن، کنار فوتبال ما باشن. ببینید امروز مردم ما دلخوشی خاصی ندارن. هر هفته توی انزلی، توی رشت بازی داماش، بازی سپیدرود، بازی چوکا توی تالش، هر هفته مردم میان برای دیدن بازی‌های تیم شهرشون. دوست دارن که مسئولین رو توی استادیوم ببینن، بدونن که مسئولین ما احساس دین و وظیفه میکنن که توی استادیومش. توی هفته‌های گذشته من توی تمرینات سایر تیم‌های لیگ یکی و لیگ برتری دیدم که مسئولین استان تو اون استان. هفته گذشته استاندار و فرماندار و نماینده‌های مجلس تو کرمان از تمرینات تیم صنعت مس کرمان دیدن کردن. من به همین دلیل، وگرنه اگه به کسی برمیخوره دیگه به ازشون نمیچینی قطع امید میکنیم. علی آقا متشکرم، تبریک میگم. بازی خوبتونه امروز، مثلا قبل از اینکه نتیجه حاصل بشه من بازی خوب امروز داماش رو به شما تبریک میگم و هواداران داماش. سوال بنده اینه که با توجه به اینکه خودتون هم فرمودید لیگ برای ما هنوز تمام نشده، نباید با سرمن سنگ بود بشه. آیا مدیریت باشگاه و کادر فنی قصد اضافه کردن بازیکن‌های سریال اسامی از ما هم سعی می‌کنیم اسم نیاریم؟ میگن که نزدیکن به باشگاه، آیا اضافه خواهند شد؟ ببینید من یه چیزی به شما بگم. من بعد از بازی مثل شهر بابک هم اینجا تو کنفرانس گفتم، بعد بازی بعثت کرمانشاه با مسئولین جلسه داشتیم، گفتیم همون روزایی که می‌بردم نقاط ضعف تیم و نیازهای تیم رو به مسئولین باشگاه، مدیریت باشگاه انتقال دادم. الان هم دارم میگم تیم ما نیاز به بازیکن با تجربه داره. خب جوونا آینده دارن. قطعاً استفاده از بازیکن جوان برای خودش یه شیب ملایم داره. قطعاً من یه سوالی از شما دارم. امروز اگه بازی تیم داماش 2-2 میشد هیچکی این بازیکن‌ها رو میبخشید؟ با این همه خلق موقعیت که میتونستیم با خدمتتون ارشد آوراژ گل خیلی بالا پیروز بازی باشیم، اگر ما حرفی میزنیم دلیل نمیشه. شما دیدید امروز من اسماعیل فطرتی هم یه جوون دیگه هم به سرمایه‌های تیم داماش اضافه کردیم. امروز توی پلن بی اومد، یه پاس گل هم دقیقه 89 به رضا شاخص داد که متاسفانه تیم ما به گل نرسید. ما باید بازیکن اضافه کنیم. بازیکنایی هم اگه امروز بازیکن با تجربه داشتیم قطعاً اینقدر تحت فشار نبودیم. ما در کنار
بازیکنایی که از من گفتم 17 تا بازیکن از دست دادیم. اگه بخوام بهتون لیست بدم ما 21 بازیکن، اما 4-5 تا بازیکن تو نیم فصل اول اصلا من اونا رو بازیکن نمیدونستم، به هیچ وقت هم اسم نمیبرم. ما چند تا بازیکن تونستیم اضافه کنیم تو نیم فصل دوم؟ تیمی که 17 تا بازیکن خوبشو از دست میده، تازه تو هیچ کدوم از بازی‌های خونگی هم تو نیم فصل اول نتونست موفق عمل کنه. ما باید بازیکن با تجربه اضافه کنیم. بار و فشار بازی رو، فشار کار تاکتیکی رو بندازیم رو بازیکن با تجربه، از جوونامون، از دوندگیشون، از نیروی جوونی، نیروی به قول گفتنی دوندگیشون استفاده کنیم. ما هفته گذشته اینجا باختیم، خب هوادار به احترام ما و دید که ما دستمون خالیه و از جوونا ولی هوادار به ما مراجعه میکنه، میگه آقای نظر محمدی انتظار داریم که کمبودات تیم، نقاط ضعف تیم رو اول با جذب بازیکن، دوم با کار تاکتیکی جبران میشه. یه سری چیزا دست منه، بحث‌های تاکتیکی جسمانی اینا رو ما، ولی من برنامه میدم با باشگاه، لیستم دادم، بازم پافشاری هم میکنم. باید بازیکن به این تیم اضافه بشه. ما تو روزهای آینده با استرس کمتری ما این توانو داریم با جذب بازیکن حتی به رتبه تک رقمی توی جدول برسیم. امروز ما با این پیروزی 2 پله توی جدول بالا رفتیم. ما میتونستیم هفته گذشته این کار انجام بدیم، امروز توی رده 11 باشیم، ولی این فرصت رو از دست دادیم. امروز الهی شکر دوباره این فرصت رو داشتیم که توی خونه، امروز اگر خارج از خونه به ما یه بازی سنگین میخورد چی باید میشد؟ ما روزای پایانی سال رو با یه تیم گردن کلفت بالانشین توی رشت بازی داریم. اون تیم گردن کلفت اینقدر به ما موقعیت نمیده. اون بازی تک موقعیت ها نتیجه بازی رو مشخص میکنه. اینو ما باید بدونیم. به قول شما سرمست و اینی که در باد این پیروزی بخوایم، اصلا همینجوری نیست. فصل گذشته یادمون نرفته ما کنار هم دیگه چه روزای سختی رو پشت سر گذاشتیم، هر کدوممون چند سال پیر شدیم تا داماش برد و موند. و اون صبوری شما و هوادارامون رو نباید سوء استفاده کنیم. ما باید بدونیم که نقاط ضعفمون چیه و میدونیم که نقاط ضعف باشگاه داماش چیه، تیم داماش چیه. و تشکر میکنم من از آقای یوسف نژاد و کادر مدیریتی که تو این شرایط سخت اقتصادی اومدن به مدد تیم داماش. حالا که تشریف آوردن حداقل خواسته های به حق مردم رو بهش توجه کنن. مردم از من میخوان که آقا نقاط ضعف تیم رو به باشگاه، شما دسترسی ندارید به مالک، از من میخواید به عنوان اصحاب رسانه. منم همین توی جلسه‌ای که امشب هم خواهیم داشت بعد از بازی مثل هفته گذشته، من دوباره انتقال میدم به این موضوع رو. الان هم دارم میگم دیگه اون باشگاه‌ست که باید با توجه به خواسته هایی که کادر فنی داره مساعدت لازم رو با ما داشته باشن. خب یه بازیکن خوب رو روز گذشته ما جذب کردیم، سید احمد موسوی، یه بازیکن با تجربه است. یه بازیکن با تجربه دیگه هم اضافه کنیم ان شاءالله مشکلاتمون کمتر خواهد شد. علی آقا شایعات شده که حسین ابراهیمی رو میخواین جذب کنین، اما یه فشارهایی هست از سمت مالک باشگاه که جذب نشه. ببینید فشارهایی از سوی مالک نیست، یک سوی تفاهمی توی جلسه‌ای که توی مذاکره با حسین ابراهیمی داشتیم اتفاق افتاد که یه بخشیش رو خدمتتون عرض شود که من برای باشگاه تقصیر نمیگیرم. افرادی تو اون جلسه حضور داشتن که حضورشون خیلی نیاز نبود و اینجا باید حسین آقای ابراهیمی یکی از بازیکنهای خوب با کیفیت با تعصب بومیمون اونجا رعایت حرفی رو میکرد، خودش تنها تو جلسه حضور پیدا میکرد. اما هنوز ما پشت حسین ابراهیمی هستیم. حسین ابراهیمی سرمایه این شهره، قطعا برای این تیم خیلی هم زحمت کشیده. البته ما باید اینم بپذیریم باشگاه هم یه سری چارچوب داره، یه سری قوانین داره. همه ما اگه میخوایم توی باشگاه داماش حضور داشته باشیم، از سرمربی تا دیگران باید در قالب تدابیر و سیاستگذاری که اعضای محترم هیئت مدیره، مالک محترم و مدیریت محترم برنامه‌ریزی در اون قالب قرار بگیرن و هیچ کس این حقو نداره که خودش رو جدا از این قوانین و استراتژی باشگاه قرار. ایشالله سعی میکنیم که با پادرمیانی با مساعدت معاون ورزشی باشگاه آقای عبداللهیان این مسئله رو ختم خیر کنیم. به هر حال
توی فوتبال محلیه برای دوستی ها. خب حسین ابراهیمی هم یه بازیکن خوش اخلاقیه، یکی از بازیکن‌های خوب این شهره. اونم انتظار داره که ما به عنوان پیشکسوت و مربی خدمت ازش حمایت کنیم. قطعاً باشگاه مخالف جذب فنی حسین ابراهیمی نیست. من اینجا به صراحت دارم عرض میکنم. مواردی تو اون جلسه پیش اومد که منجر به این سوء تفاهم شد. باید واقعیت ها رو گفت. باشگاه تا الان کارایی رو برای ما انجام داره میده که قطعا ما در گذشته افسوس این روزا رو میخوردیم، ولی در کنارش هم باید بدونیم که دوستامون هم فوتبالی نیستن. ما نباید اشتباه مالکین گذشته، بدعهدی و بدحسابی مالکین گذشته رو همه رو فشارش رو بیاریم روی مالک جدید. مالک جدید اومده داره با طمأنینه، با توجه به خواستهای کادر فنی، با نیازایی که تیم داره با سیاست میره به سمت جلو. ما هم باید کمکش کنیم. انشالله این موضوع ختم بخیر. مالک ناراحتی هم داشت بابت پروانه باشگاه. بله، مثل که برای انتقالش مشکلاتی هست بین مالک جدید و آقای نعیمی پور. من هفته گذشته گفتم متاسفانه مسئولین ما باید تدابیر اتخاذ بکنن که این مالک تو هفته دیگه خسته نشه، دلزده نشه که اینجا رو ترک بکنه. ما چقدر عذاب کشیدیم، این مردم چقدر عذاب کشیدن که تا یه سرمایه گذار اومد. ما برای جذب سرمایه گذار باید تمام تلاشمون رو بکنیم. الان استان، مسئولین استان، آقای المسخال بسیار بسیار داره کمک میکنه. آقای آرمان دیروز پیگیر بود. امیدوارم که با تدابیری که اداره ورزش جوانان، هیئت فوتبال در کنار آقای یوسف نژاد قرار بگیرن، مسائل مالکیتی رو، مسئله مالکیتی تیم داماشتی که بسیار بسیار داره لوس میشه. خب باید 3 نفر وجود دارن، خریدار، فروشنده، یه معارض قبلی، بشینن دوره میزی مسئله رو حل فصل بکنن و دیگه بیش از اندازه دیگه این موضوعات نپردازیم. ممنون.